سلام دوست عزیز، امیدوار هستیم جور صحتمند باشین. شما را به درس ششم خوش آمدید میگم. باز هم در رابطه با یکی از حروف‌های دیگر صدادار میخوایم درس خود آغاز بکنیم که حرف او است. باز هم در رابطه با صدای کوتاه یعنی شارت ساوند و لانگ ساوند یعنی صدای کش حرف او و همچنین در رابطه با ترکیبات حرف او میخوایم درس خود شروع کنیم. قسمت اول درس ما در رابطه با شارت ساوند یعنی صدای کوتاه حرف او. چیزمون ما میتونیم حرف او را به اندازه آ تلفظ کنیم. هر زمانی که حرف او داشته باشیم جمع حرف بی صدا باشه، باز هم جمع حرف بی صدا باشه، بعد به اندازه آ تلفظ میشه. و یک چیز دیگه هم گفته نمونه که بعضی اوقات کلمات ما توسط یک حرف بی صدا ختم میشه اما قبل از او حرف صدادار او است. باز هم ما میگیم به اندازه آ تلفظ میشه. مثلا اینجا میبینیم آن. در این قسمت میبینیم که کلمه ما توسط حرف بی صدا ختم شده و قبل از یک حرف صدادار او است. پس به اینجا هم ما میتونیم که به اندازه آ تلفظ کنیم. به این شکل فونت، لانگ، شارت، بلاک، باند، لاک. در اینجا میبینیم که بعد از حرف او دو بی صدا آمده، اینجا دو بی صدا است، اینجا دو بی صدا آمده، در این قسمت هم دو بی صدا، در اینجا دو بی صدا و در اینجا بعد از حرف او دو بی صدا. پس به اندازه آ تلفظ میشه. همیشه هر جایی که شما میبینید به متو یک روند آ تلفظ کنید. لانگ ساوند یا صدای کش حرف او. چی زمان میتونیم حرف او را کش تلفظ کنیم؟ هر زمان داشته باشیم او جمع کانسوننت یا بی صدا باشه، حرف بی صدا، بعد یک حرف صدادار باشه، بعد میتونیم به اندازه او تلفظ کنیم. مثلا میبینیم که more. در این قسمت حرف صدادار است که حرف او، بعدم حرف بی صدا R داریم و در اینجا حرف واول است، حرف ای. و می دلیل ما او تلفظ میکنیم. more مثل bone، core، province، گونت. موارد زیل رو باید بدانیم. دوسته عزیز، چیزی که خیلی به ما مهم است که چطور ما بتونیم ترکیب حروف صدادار ما بفهمیم. مثلا حرف او در کدام زمان به اندازه او تلفظ میشه که با ترکیب با حروف صدادار دیگه باشه. مثلا شما اینجا ببینید در قسمت اول گفتیم که نو در آخر کلمه او تلفظ میگردد، یعنی زمانی که در آخر کلمه استفاده میشه او تلفظ میشه. مثلا no، go، to، so و غیره. در قسمت دیگه زمانی که او w باشه و او w دو صدا داره، که او تلفظ میشه که او تلفظ میشه، مثل که در این قسمت اول داریم low، to، bo، bull، below. در این قسمت دیگه داریم که now، cow، flower. پس ببینین این حرف او دو صدا داره، یکی او یکی او. پس اینم متوجه باشین. هر زمان شما باز هم روبرو میشین او دبلیو که در آغاز کلمه باشه، بعد در آنجا ما میتونیم به اندازه او تلفظ کنیم، مثل اون، او، اون، اوت. در صورتی که دوستا عزیز او جمع ای باشه، پس در آن صورت باز هم او تلفظ میشه. پس شما هر جایی که او جمع ای را میبینین او است، مثل root، boot، coat. هر زمان شما یو جمع وای میبینین پس در آن صورت اوی تلفظ میشه، مثل تویر، سویا. او یو، او یو دوستا عزیز بازم وقتی که او جمع یو میشه او تلفظ میشه، مثل count، about، out، loud، sound، found، flower. شما تمام این کلمات رو میبینید در اینجا که او یو داره و همیش به یک اندازه تلفظ میشه، به اندازه او. هر زمان داشته باشیم او جمع آی باشه بعد اوی تلفظ میشه، مثل oil، boil، soil، royal، moil، foil. زمان داشته باشیم او جمع وای باشه پس در آن صورت اوی تلفظ میشه، مثل boy، toy، soy، doing، foyer، soya. در این قسمت ارگا او جمع او باشه دو صدا داره، یکی
اوی کوتاه تلفظ میشه، یکم اوی کش تلفظ میشه. بهتر است ما شما بخیر زمانی که در قسمت ایجو شناسی بخیر رسیدیم، بعد تفاوت همه ای گپایی رو که ما اینجا میخوانیم کلش اونجا ثبوت میکنیم، چون اون سطح بالا هست نمیتونیم مال او رو یادآور شویم. بس به می دلیل شما کفایت میکنه امیر یاد بگیرین. نصیر ما تلفظ میکنیم بوک، بوک تلفظ نمیشه دوستا، این تلفظ میکنیم فود، هرچی کش تلفظ کنیم. دوستای نهایت عزیز میدونین که حروف ترکیبی صدادار یک بخش جدیدی هست که ما این مورد بررسی قرار دادیم، و اگر شما این تعقیب بکنین خوبتر و بهتر یاد بگیرین، شما بر نوشتن و خواندن هیچ وقت به مشکل مواجه نمیشین. تشکر از توجهتان. به خاطر حمایت از ما لطفاً چینل ما را سابسکرایب بکنین، لایک بکنین تا ویدیوهای دیگر هم شما بتونین به دست بیارین. الله حافظ و نگهدارتان باد.